اینم سراب زز جوان مرد، سراب خوش شده زز جوان مرد. بزرگترین چشمه جهان خوش شد. عمق چشمه تقریبا 8-9 متر است. سراب زز جوان مرد اینجا ما اومدیم که یکی از بهترین تفریحگاه های استان لرستان بوده که متاسفانه بر اثر خشکسالی های اخیر خشک شده و این چشمه ای که هم ملاحظه می کنید، این چشمه ای که ملاحظه می کنید این هم دقیقاً مرکز سرابه. دقیقاً اینم مرکز سرابه. ولی الان دیگه از تابستون تا الان که 4 آبان ماه هست خوش شده. اینم نمایی از سید محمد. عزیز